جای چوچگیراست. اینه میبینی چقدر خوب طرف این چند روز هستن؟ سلام دوستای عزیز، یلدا علی هستم. من که دیگه از برنامه‌های ما خوش آمدین. امیدوارم از هر جای دنیا که بیننده ما هستین خوب، خوش، صحتمند و سرحال باشین. یادتان نره چینل ما رو هم حتما سابسکرایب کنین. مردم افغانستان از قدیم تا به حال شوقی کفتر و کفتر بازی هستند. ما هم امروز آمدیم در شهر زیبای مزار شریف یک شوقی کفتر را پیدا کردیم که میریم پیشش، در مورد کفترش پرسان میکنیم، قصه میکنیم از کفتر بازی، از اینکه چی برش میته، این کفتر چی شوق داره و قیمت های کفتر چقدر است. در مورد تمام اینا ما میخوایم امروز صحبت کنیم. شما ما را همراهی کنین، یادتان نره. سلام به شما بیننده های عزیز از دیار بلخ باستان و یک سلام مجدد و عمت مزدار خدمت شما شوقی های عزیز. من یلدا علی هستم با برنامه امروز. قبل از اینکه سر اصل موضوع برم یادتان نره حتما چینل ما رو سابسکرایب کنین و پیش از دیدنش حتما لایک کنین، چون من میفهمم تا آخرش حتما در دلتان میشینه. استاد خوب هستین؟ صحت خوب؟ خوش آمدین، شما صفا آوردین، زنده باشین. در کنار من کسی هست که من از یگان جای دور دور خبر شده بودم که شوقی است. شوقی کفتر و هم میگفتن که بسیار کفترهای مقبول داره. باز من این همه راه را طی کردم، آمدم تا به این استاد گیر کردم و گفتم بیاین بریم یک برنامه ثبت کنیم که کفترهاش ببینیم و شوق استاد ببینیم. شما زنده و سلامت باشین، شما صفا آوردین، خوش آمدین. یک سلام برای شما، یک سلام به تیم همکارایتان بسیار زیاد. خوش آمدین به دیار مولا علی. زنده باشین. استاد من یک دفعه سرزده آمدم، تک تک کردم، گفتم استاد ما آمدیم که کفترهایت ببینم، حال اجازه هست نیست؟ بسیار کمک نیسته؟ اینجا تعداد کمشون اینجاست، اکثریتش اینجاست. خب ماشاءالله کلش اونجا قید کردم. من میگم که من اونجا پیشتر چقدر گفتم شوقی کفتر و علی اینق کفتر، حالا آمدم 4 تا اینجا بود، یک رقمک شرمک شدم نگو که کلش اینجا بودن. اینجا جداست، از اون قسمت اینجا جداست. اینجا یک جور کفتر چوچه داده که سیاه جگیدم سفید است که باز بعدا سر از این چی میشه؟ این بعدا سفید میشه سر از اینا. این آهسته آهسته سرشون سفید میشه. بعد استاد باز در این فصل چوچه گیرید چند تا چوچه میگیرین شما؟ هر کفتر 2 دانه تخم میتن. از اونمو در 20 روز بالای تخم خود میشینه، 20 روز بعد چوچه میکشه، بعد چوچه تقریبا 2 ماه شد بیرون میبره باز دوید. تشکر. خوش آمدین. خوب هستین؟ اون رو چطور سوز میگن؟ اونمو که نام مانده شده دیگه از مدیم قدیم سوز چپ. اونمو تا که زنده هستیم ما مردم سوز چپ میگیم. دوباره خوش آمدید بیننده های عزیز و شوقی های کفتر. اما قسمی که میبینین در پیش ما تنها ما و استاد جان نیستیم، ما 2 نفر قصه ما نمی آمد، چون استاد هرچی گفتن میرفت من امور تایید کرده روان بودم. چیزی که من برای من بسیار جالب است و من میخوایم او رو پرسان کنم از آجی صاحب فیروز، من میخوایم او رو پرسان کنم امی کفترها رو که میپرانن، باز یک خیل کفتر دیگه خیلی که کت خود میاره و کفتر بازم او رو میگیره. کدام وقت شده که باز آمده باشه و نفر بگه پس کفتر مرا بده؟ بله اتفاق بار افتاده. زمانی که از حریف فرض مثال کفترش بگیریم میاین پشت خانه بدون کدام دریافتی پول دوباره برش تسلیم کردیم، دادم، تشکری کردن و رفتن.
تو کدام وقت شده که شوقی کفتر دیگه گفته باشه نیدم مقابلش پول بده، شیرینی بده یا نه برش نمیتومد؟ بله این کار شده هست. بعضیا که همین طریق یک راه منبع عایدات است برشان. آجی صاحب همین شوقی اصیل از کجا بشناسی؟ این سوال جواب دادنش که شوقی اصل و بدل نداره. شوقی است کسی که علاقه داره به چیزی. یا پروگرام شوق یا ذوق کفتر داریم. به مجرد که به خانه میایم بعد از یک احوالپرسی همراه اعضای فامیل ترموزک چای خود میگیریم و میایم خراب پیش کفترهای خود. دنیای ما اینه نیست. باز خانوما اینا میفهمین چی میگن؟ میگن این آمد رفت پیش کفترهای خود 2 دقیقه پیش ما نمیشینه. از اونجا که شام شد پایین شد قرار نان خورده میره خم میشه خلاص دیگه میبینیم شو یا نمیبینیم. مطبوعات به این قسمت کدام نظر نداره. به خاطر که اصلا خانومتون بارها ایگه بگفته. خودتون آجی صاحب خودتون اعتراف کرد گفت کمی میایم کمی 6 تام ترموزک چای گرفته رفته بالا. بعد از احوالپرسی البته. کل کفترهایی که ایجا یا کدام کفتر سابقه دارم است آجی صاحب ایجا که از بسیار سالهای قدیم ایجا مانده باشه یا نه کلش نو است نو خریدین آوردین؟ من از 27 سال 28 سال به این برای شما میگم یک نسل کفتر همی زرسینه دم رنگه و همی سفرشتنی و زرچشتنی هایی که در بین میبینید اینی زردا اینا را آجی صاحب اشاره میکنن شما شوقی ها میفهمید که کدام میگه ما بیچاره شوقی نیستیم این نمیفهمیم. اینی زرسینه است اونو سفرشتنی ها و زرچشتنی ها. چند سال میشه از یا؟ این از 28 سالش من میگم که ما که خانه اینجا سبنا میرفتم اینمی بنیاد امی نسل در اون زمان خانه اینا بود. این طال نسل به نسل این نگاه کردن و از این چیزا میگه که چیزا گرفتن این عالم اینمی نسل از امی ای که مثلا چند سال بعد دیگه بوده این دیگه خود اونا میفهم اما از 28 سالش بعد میگم که پیش که من میرفتم خانه اینجا سبنا اون وقت اون چایی که سوز دم کردگی بود در قرار قصه کرده میشتیم امین نسل پیش اینا بود. رفتیم دیدیم کفترهای زینتی را که در پایشان زنگ منداختن شرنگ هم میکرد مزه‌دار بود صدایشان. کفترهایی بود که نمیپریدن کفترهای زینتی بود چوچکگیری میکردن اموجه نگاه میکردن. حال آمدم جایی که کفترهای پرشی داره میپرن خیل جنگی میکنن از دیگه خیلا که خود کفتر میارن. همراه ما باشین با این کفتر باز شو. سلام خوب هستین؟ صحت خوب؟ تشکر زنده باشین. شما خوب هستین؟ این زینایتون چرا رقم سال من قریب بودش یه شهید شده بود. خوب هستین؟ صحت خوب؟ تشکر زنده باشین. بفرمایید بشینین. ما را گفتن بسیار خوب چی دارین؟ کفترهای پراندنی دارین؟ ما رفتیم کفترهای زینتی و مقبول شدیدیم. پیدا کرده پرسان کرده آمدیم که کفترهای پراندنی ببینیم بپرانیم. خوب هم تو جای جور میکنین بر کفترهایتان نه؟ تا لیلا نکردیم. امروز شما اگه چیز میکنین نه. اگه چی میگه در روی مو خدای نخواسته کدام نولمول نزنم. نه برین دیگه. یا اول فضل عباس بریم. این نمیپره؟ نول نمیزنه؟ تو باش پتکی ایره که بندازی باز دیگرش میشینه؟ خب این پرواز باز میکنه؟ نه خب اینو باید بازی جیلا بتی؟ اگه با خب سعید چیخ میپرانی؟
پاتین موجود. خب این دفعه ازی باید پرتم؟ بله. خب پاتین پاتین میشنه. این میره مامانی ها؟ ما امروز آمدیم تمام رفتیم شوقی های کفتر دیدیم، کفترهای زینتی هم دیدیم، کفترهای پرشی هم دیدیم. حالا گفتیم خیلی بیاییم در بازار کفترها ببینیم همین قیمت کفترها را، مقبولی کفترها را، بازارش چقدر خرید فروش میکنن، چی میکنن. همراه بیادر گل ما هم که تپالی ما هستن. نامتان؟ اسم قاری نجیب الله. قاری نجیب الله. همراه قاری جان هم هستیم. خواهی کفتراتان چند است؟ کدامش خوبش است؟ کدامش زیاد میخرن؟ چگیری داریم، سیاجویی است. قیمتش 4000 روپیه. خب سیاجویی؟ بله. دیگه این سرماپتاین سرخگل است. قیمتش 3000 است. باش که من بیایم اجازه است نی؟ این مشکی است. اجازه است که من بگیرم نه؟ حالا ماهر شدیم دیگه. خب تو باش تو کدامش بود؟ این نام از چیست؟ این سیاپتاین سرخگل است. سیاپتاین سرخگل. خب این کفترها را شما از کجا میخرین؟ از کجا میارین اینجا؟ یا خودتان چه گیری میکنین؟ ما چیزی اگه پس که کسی که مثال کفتر نگاه میکنه یک وقتی کفترها را گم میکنه. خب باز ما میریم باز پولش از پیش میخریم گرفته میاریم دوباره در دکان با دوباره پس به فروش میرسونیم. خب کفترک های مقبول است. اتو 10,000 هم راستی واقعا میخرن؟ بله من اینجا کفتر دارم. نو شما که دستان گرفته بودیم خب 10,000 روپیه من دستم گرفته بودم اون تا پرید رفت. این قیمتش 5000 است. سیاپتاین سرخگل است ماده است. قیمتی ترین کفتر قیمت آخرش چند است؟ قیمتی ترین کفتر قیمتش 1 لک افغانی است. کدام کفتر هستن؟ او را دو چپ میگه. یک بالش سرخ است یک بالش زرد. از اون ما نداریم. سرخ و زرد؟ بله یا سیاه و سرخ است. از یک تا دارم یک سیاه چپ دارم اما از ما چپ است او دو چپ است. اینه یک تا دارم. اینه چپ است. این یک بالش سیاه است. دیگه این قیمتش چنده؟ این قیمتش 1500 است. اما اگه این بالش سرخ شد با قیمتش 1 لک افغانی است. چپ است. روز جمعه نمیجا دو کفتر این از این کفتر فروش خریدم 2000 روپیه. از کاکا ظاهر؟ از کاکا ظاهر 2000 روپیه خریدم آوردم در دکان اینی بیادر موندم. گفتم اینه میره تا مسات رفتن من نگاه کنین. این خوب گفت 11 بجه شده. من رفتم کفترهای خود گرفتم در خلطه انداختم آوردم پیش این ظاهرخان روی برای استاد بود. من گفتم بیادر من گفتم این کفترهاست من میرم به امان خدا خانه میرم مقصد یعنی من تو کفتر اینه میجا موندم. یعنی قلف ماسکل من تو که میوا کنم گفتم این بالا سعی میکنم کفتر نیست. اونم میگم چی شد؟ اینم میگم چی شد؟ هر کس سعی میکنه من خنده میکنه. خدا واسه تا 11 بجه میگه من خیزک زدم. هر کس که اساطیری گرفته بود گفت اگر کسی که اگر فرض کو که دیده خو میگم که بدل این کفتر خریدی بردم 2000 روپیه کفتر من. جمعه دیگه آمدم دو تا سرخدانی رو رنگ کردم. در بو خلطه انداختم اینجا آوردم ماندم. من گفتم هر کسی کفتر مرا برده باشه خب گیرش میکنم گفتم همینجور سرخدانی رو اینجا ماندم رفتم تا 12 بجه کل مارکت لگد کردیم به خدا کسی گیر زده باشه. 2000 اینا 2000 میگم من ظاهره که 2000 مرا بگم که کفتر رو میگه 5000. کاکا ظاهر تو بیا اینجا. تو باش خیرس من اینجا میانجیگری میکنم. کاکا ظاهر تو ایره اول گفتی 5000 است نه؟ تا 3.5 هم گفتی میتم؟ 3.5 ارزش داره بله. خواهی کاکا هم خود 2000 میخواه؟ دلش هم پر درد است که تو تا کفتر رو دیگه هم زدن. ام کوفت مو هم حالا دیگه از آدمی شد از کماندان خاطر از اینا خوش از میمونا.
خب چند میدی کاکا؟ همون 2000 امو دو این کاکا برو زاید صحیح است. امی 2000 که من ندادم به خاطر شما میمونا که امی 2000 هم بد میته خیر ببینه. مقصد شما را من میتونم که چاشت میمون ما شوین. خدا راسته نه. این اینجا مرغ میگیریم گوشت کفتر میگین. گوشت هر چیزی میگین برتا. گوشت جل میگین. پیامت برای شوقی چی است؟ برای پیام برای شوقی ها اینم میاسه گفتگان تا که بلوز خدا کفتره که دیگه دوزی نکنه. از خدا میکنم. این خیر من مقصد اینه میرم از چیز شما میدانم دیگه که فقط شما دم دیگه دادن. کسایی که سیدی میکنن نه؟ این بیادر این جوان ازوری از خاطر میمونا که تو من نداده بودی کفتر خیر ببینه این میمونا. خوب شد که ما آمدم. خوب شد که ما آمدم. این میرم شما بتین بدشکنه. این کاکا زاید. این خلاص. این چرا والا سایت مردم مزار این مردم شوقی این قچه تا گفتی از تو دو قطع ازوری نمیتا. از اینکه دیگه شوق از اینکه دیگه چیز خیر ببینن که شما تو بیا کاکا زوزو دخل کفردیم دلم نارام است گوش کنی نره. سلام کاکا جان. سلام خوب هستی؟ خوب هستی؟ صد خوب؟ خوب هستین بخیر هستین؟ زنده باشی بخیر باشی. چقدر دانه زیاده. این دانا برای نه پرنده ها توتی، مایناس، کاوکاس، بلبل است. اینجا یک دانه میناگک داری. خوراک از این چیز؟ خوراک ماینا اونو دانه است. دانه لمبرنوس پاکستان هم از جلال آباد هم فعلا جور میشه میدانم. بله ها. خب این گفتین چی یاد داره؟ این اسپلاک میکنه بابا میگه اگه من خونه از اون بادام میدم اون بوجی بادام پر مغز بادام. خب. یک دقیقه که نبرم میگه بابا بادام میگم بادام میخوری ها میگم زارا نمیخوری میگه نه تو این اندازه دیگه گپ میزنی جان. شوقی های کفتر در بازار کفتر فروشی است. کجا تا کجا رو رسیدیم. آخرش هم چنه زنیم میانجیگری کردیم برای یک نفر کفتر هم گرفتیم. خدا کنه که کفترش باز نره که اگه دیگه در ایران آمدن نمیتونه. تشکر از شما بیننده های عزیز که تا حالا همراهی ما کردین. امیدوارم لذت برده باشین. لایک کرده باشین، شیر کنین و قبل از او چینل رو حتما سابسکرایب کنین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.